سلام دوستان، من سینا میرزایی هستم، سال اول رشته بیزنس ادمنستریشن از ایران. اگه دارین این ویدیو رو میبینین مطمئناً شما هم علاقمند به ملحق شدن به ما هستید. متو NCC توی یه جزیره بسیار زیبا به نام قبرس تو قلب دریای مدیترانه قرار گرفته. اگه دنبال یه دانشگاه با رنکینگ جهانی خیلی بالا، کلاس‌های کوچیک، اساتید با تجربه و پژوهشگر، ارتباط فیس تو فیس با اساتید و کارکنان دانشگاه و یه فضای زیبا و امن هستید، متو NCC بهترین جا برای شماست. متو NCC دو دوره ثبت نام داره، دوره اول و دوره دوم. ثبت نام دوره اول از فروردین تا شهریور ماه و ثبت نام دوره دوم از آبان ماه تا اواخر ماه دی هستش. پروسه ثبت نام خیلی راحته، فقط لازمه که به سایت apply.ncc.metu.edu.tr مراجعه کنید و تو 15 دقیقه کل ثبت نام رو حل کنید. مدارک لازم برای ایرانیایی که مراجعه میکنن به دانشگاه، کپی پاسپورت، مدرک دیپلم 3 ساله، ریزباروم و مدرک پیش دانشگاهی هستش. هزینه ثبت نام $55 آمریکایی هستش. یادتون نره که بعد از پرداخت این هزینه فیش رو هم تو سایت آپلود کنید. اگه هنوز مدرک تحصیلی دیپلمتون رو نگرفتید، میتونید مدارک SAT 1 IB و یا A لولتون رو جایگزین این مدرک کنید. بعد از 10 روز از ثبت نام جواب ثبت نامتون رو خواهید گرفت. موفق باشید. Hi, my name's Sinan Hussain and I work in the international office at Meta NCC. And if you want to keep up with the latest news at Meta NCC, then subscribe here to our YouTube channel. And remember, us Metans, we can change the world.